حاجی امروز یه مقاله خوندم میگه خاطرات خوب اکس همیشه باقی میمونه. خب عزیزم خونه ما خالیه امشب، ولی دلیل این که دعوتت نکردم اینه که یه وقتی با خودت فکر نکنی که من دارم از آرمان‌های رابطه دور میشم و خدای نکرده قصد سوء استفاده دارم. منتظرم میکنیم ببینیم جلوتر ان شاءالله اون موقع با هم میریم میشینیم فیلم هم میبینیم و اصلا باید با هم. وای عزیزم تو چجوری میتونی فیلم ببینی؟ من که قبلا هر بار رفتم نتونستم، کارهای دیگه کردیم به جز فیلم. مادر چی؟ خب عزیزم راجع به گذشته خود برام حرف بزن. من خیلی دوستم بدونم که رابطه قبلی چجوری بوده. عزیزم من اول اینو بهت بگم که my body my choice don't judge me. من با یه پسر 4 سال و نیم تو رابطه بودم که اون خودش دوست پسر دوستم بود. بهش 2 بارم خیانت کردم. بعدش با یه پسر تو پارتی آشنا شدم، ولی الان دیگه رو دنبال رابطه سالمم، برای همین با تو هم. ببین گذشته که اصلا در گذشته، اصلا این حرفا چیزی اصلا پایه بریم با هم حداقل اونجا شاید چیز باشه. نه من 8 و نیم باید خونه باشم، خانواده‌ام خیلی گیر میدن. این همه گو خودی قبل از شروع باید خونه باشی؟ عشقم مادرش. آره حاجی راست میگی. سلام بفرمایید. سلام سلیل شده. شما؟ من مامانشم، مامانم اون دختری که ولش کردی. آشغال. چیکارش کنم؟ ببین خدا بزنه پشت کمرت. ببین ایشالا این چه بیافتی حرفیه؟ زمین بمیری. این چه طرز برخورده؟ همین برخورد درسته. من چیکار کردم مگه؟ دختر منو ول میکنیش، همون تقصیر قربت، زیاد به اون وابسته بودی. درسته اون من باعث چرا شد. تو به گربم داره؟ ببین داداششو میفرستم که بیاد بکشته، رو موتور بکشته. داداشش؟ آره داداشش چرا دیگه؟ حق آقا نداری بیخیال دیگه تو رو بیای خدا. دانشگاه. خانم این چه طرز برخورده؟ یعنی چه اصلا این برخورد رفتار من درست کاملا نیست؟ از درسته. مادره؟ مادر چی؟ بگو حرف بزن. ببین میزنم میکشم، داداششم میفرستم الهی بمیری، به زمین گرم واقعا که. بخوری. یا برو بابا با اون دختره، با اون خانواده ایک به بری. من میگی هیچ میری درک آشقال. به هر کی میخواد بگو، هر کاری میخواد بکنه. ببین میفرستم بیاد یا برو بکشته. بابا. هر کاری دوست داری بکن. ببین میکشمت وایسا. یعنی تو نمیدونی چجوری تماسم پاک کنی؟ نه نمیدونم، بهم بگو به آشقال. من چه مگه من گوگلم که بهت بگم چجوری پاک کنی؟ آشقال عوضی الهی به زمین گرم خود برو بشینی. گوگل کن، به من چه؟ ببین بلاهی به زمین خانواده‌تان گرم بشی. روانی. روانی خودی کسافت، تو من کثیفی. دوباره زنگ زدی همینا رو بگی؟ آره کثیفی، تو یه آدم آره من خیلی کثیفی. آدم کثیفم، درست. همین که دخترم، ببین داداششو میفرستم بکشته، خودم میام بیخیال بالا شد دیگه، سره. او بیخیال. ببین نباید ولش هر غلطی میکردی. دوست داری بکن، من چند بار دیگه هم گفتم بهت. ببین منو تهدید درک، نکن. به سلامت. جانم عشقم، خوبی فدات شم. الان زنگ زدی واقعا همینو بپرسی؟ او من دستم بنده، ماشین خراب شده. صدا درست نمیاد، صدا ماشین داره میاد. بلندتر حرف بزن. کرم؟ یعنی چه کرمم بودی دوستم داشتی یا نه؟ آره عزیزم کرمم بودی دوستت داشتم به خدا. خجالت بکش، از رو برو. آره شبا بغلت میکردم، بعد لالایی هم میخوندم، نوتلا هم میخرید. این کرم بودی که عادت ماهانه نداشتی که. او یعنی چی دیگه دوستم نداری؟ میگم دستم بنده. بابا کات چیه دیگه؟ ای بابا عجب گیری کردیم از دست تو. عزیزم بذار من دستم خالی شه به زنگ میزنم، با تماس میگیرم. به خدا دوستت دارم، کرمم بودی، سوسی هم بودی دوستت داشتم. قطع کرد چرا؟ آره حاجی چه خاطراتی. آره حاجی خیلی. این خونه رو کی ساخته؟ دوستای من نساخته. حاجی مثلا اینجا چیکار می‌کنه که اصلا ایکسی نداره. با چوب نه ساخته، تنها ساخته. این خونه رو کی ساخته؟ دوستای من نساخته. با چوب نه ساخته، تنها ساخته.